بخش ثبت اسناد حالت شهروندی مسئولیت بلندی را در نزد جامعه نسبت به نظام درآوردن به قیدگیری تولد، نکاح، وفات، مقرر نمودن پدری، تغییر دادن نسب، بیکار کردن ثبت عقد نکاح و فرزندخوانی را به عهده دارد. از جانب کارمندان بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه شهرنو برای پیشگیری جداشوی عائله‌ها و سری وقت از قید نکاح گذشتن عائله‌های جوان کارهای ترغیباتی و تشویقاتی برده می شود، چونکه آبادی وطن از آبادی هر خاندان عائله ابتدا میگیرد و آبادی خاندان باشد از فرزندان سالم و صالح با خیرات و فرزانه سرچشمه میگیرد. طبق نقش چوربینی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان، ریاست اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان، مقامات محلی اجرایی حکومت دولتی ناحیه زیاده از 40 بخوری و صحبت ها گذرانده شد. در بخوری صحبت ها مخصوصا عایدی از قید سری وقت گذشتن از قید اسناد حالت شهروندی، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، درباره قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها، درباره بیکارشوی عائله های جوان، درباره به قیدگیری عقد نکاحی بسیار صحبت و بخوری ها گذرانده شد. مقصد اساسی بخش ثبت اسناد حالت شهروندی در منطقه هر یک نفر جامعه شهروندی را وادار می‌سازد که درباره سالمی جامعه، پایداری عائله‌ها تلاش ورزیده برای هویت ملی بقای دولت سهمگزار باشند. خوشبختانه به قیدگیری عقد نکاحی خویشتباری به قید دولتی گرفته نشده است. باعث تذکر است که این به قیدگیری بیکار کردن عقد نکاح همگی در سال جاری 149 عدد را تشکیل داد که نظر به سال گذشته 20 عدد کم می باشد. بخش ثبت اسناد حالت شهروندی در ناحیه شهرنو در سال 2019 کوشش به خرج می دهد که در یک جایگی با گروه کاری در همین مکتب های ناحیه، در بین اهالی، در کوچه ها، در محل ها صحبت و واقعی ها را هرچی زیادتر برای بلند برداشتن معرفتی حقوقی شهروندان و معرفتی عائله‌داری آنها بیشتر برآمد. باید گفت که کارمندان بخش با شهروندان کار برده عاید به نام‌های ملی تاجیکی گذشتن شهروندان از قید نکاح گذشتن، گرفتن شهادتنامه تولد، برقرار کردن ثبت تولد، بیکار کردن نکاح و غیره ها مصلحت‌های مفید داده می شود.